بینندگان عزیز درود. برنامه اخباری آزادی است و من شالو خوجه در خدمتتان. امروز 25 اکتبر این موضوع را داریم. پارلمان توجیکستان قانون عفو را قبول کرد. قانون نوبتی که ها را فرا میگیرد دوستان کل توضیح داد. جای نیروهای آمریکایی را سربازان روس اشغال میکنند. تحلیلگران میگویند عقب نشینی آمریکا روسیه را به یک قدرت میانجیگر در خاورمیانه تبدیل میدهد. و چرا خوانندگان و دانشجویان توجیک با کرد و الکتروشوکر میگردند؟ پلیس عملیات میگذراند. خانواده های قربانی ها در سوق نشستند. این پدر نمیخواهد که پسرش حبس شود، لیکن ما فرزند خودم بوده تاکه گل بموندیم. ما خیلی پارلمان توجیکستان رضایت داد که در راستای 25مین سالگرد کنستیتوسیای کشور نسبت محبوسان قانون عفو تطبیق شود. به همین ترتیب در 2 ماه آینده هزارها نفر از زندانهای کشور آزاد می‌گردند. در عین زمان قانون عفو محبوسانی را که برای تروریسم و افراطگرایی و تلاش سرنگونی حکومت زندانی شدند فرا نمی‌گیرد. شادمانی یتیم جزئیات می‌دهد. قانون نو عفو آنهایی که با اتهام گذاشتن لایک در زیر موادهای ممنوع زندانی شدند عفو میشوند. طی سالهای اخیر صدها نفر در تاجیکستان با این اتهام روانه زندان ها شدند. یعنی اونجا سخن درباره اشتراک در فعالیت حزب‌های سیاسی، اتحاد جمعیتی، حرکت‌هایی که از جانب سود عالی جمهوری تاجیکستان غیر قانونی اعتراف کرده شدند، منع کرده شدند. خیلی خوب میدونید که سبب چیه؟ سبب دست داشتن در فعالیت اکستریمیستی و دیگر اساسایی که اون منصوب عالی جمهوری تاجیکستان آنها رو غیر قانونی و منع کرده شده اعتراف کرده است. اشتراک در فعالیت آنها رو در بر میگیرد. شماره این قبیل زندانیان را بیشتر از 500 نفر گفتند. اکثریت جزاهای مربوط به اینترنت از سال 2010 به این طرف وارد کودکس جنایی شدند. یک لایک، کلاس و یا پهن کردن مطلب مربوط به این ماده ها کافی است که کاربر اینترنت جنایتکار اعتراف شود. طرح قانون عفو را وکیلان مجلس ملی در جلسه روز 25 اکتبر خود بعد از بحث و بررسی با اتفاق آرا قبول کردند. این طرح در پارلمان از سوی دادستان کل یوسف رحمان معرفی شد. با گفته مقامات این قانون عفو نسبت به 20,000 نفر تطبیق می شود. از جمله به این طبقه ها: یوسف رحمان گفت 4500 نفر که به کارهای اصلاحی و جزاهای غیر زندانی محکوم شده بودند عفو می شوند. حدود 7000 نفر هم از زندان ها آزاد می شوند و از جمله از 300 زن زندانی 165 تن آنها به آزادی می برآیند. برخی از وکیلان پیشنهاد کردند که هنگام تطبیق قانون عفو مقامات نظارت را جدی کنند تا به فساد راه ندهند. وقتی که مردم نیز و من درک میکنند راه و پاسته های کرپسیونی و میانروان بسته میشند و بعد شخصان میتوانند که خودشون از اساسی که موقعیت اساسی آن را فهمیده درک احساس کنند. دیگر از آن عبارت است که پیشنهاد دیگری ما از آن عبارت است که وقتی که نابالغان و شخصانی که از محبس بیرون میشوند آنها گفتار کار و جای زندگی هستند. قانون عفو بعد بررسی و تصویب شدنش در پارلمان تاجیکستان و امضای پرزیدنت باید در مدت 2 ماه عملی شود. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. با ترک نیروهای آمریکایی سربازان روس به شمال سوریه وارد می‌شوند تا رزمندگان کرد را از آنجا بیرون بکشند. موافقت در این زمینه بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همتای ترکیه و رجب طیب اردوغان حاصل شد. اکثر تحلیلگران سیاست خارجی میگویند که روسیه و ترکیه در این بازی پیروز می‌شوند چون عقب نشینی آمریکا روسیه را به یک قدرت میانجیگر در خاورمیانه تبدیل می‌دهد.
نیروهای روسیه حالا در شهر استراتژیک کوبانی به گشتنی مشغولند که رزمندگان کرد با کمک آمریکایی ها تروریستان داعش را از آنجا پاک کردند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در بروسل به اعضای ناتو گفت سبب وضع فعلی در این منطقه سوریه عملیات ترکیه است. صمیمی میگویم ترکیه همه ما را در وضع بدی گذاشت. حمله بیجا بود. این رجب طیب اردوغان بود که با کدام سبب دستوری عملیات را داد. برای همین امکان نداشت که ما با یکی از عضو ناتو جنگ را شروع کنیم. عضوی که بعدی پیوستن در سال 1952 تا حال عضو خوبی بوده است. امریکا سالهای طولانی یک قدرت میانچیگر در خاورمیانه بود. حالا به گفته تحلیلگران روسیه برای پر کردن این جای خالی کرده امریکا حرکت دارد. روسیه حالا چیزی را دارد که امریکا ندارد. سالهای طولانی هدفهای مشخصه برای سیاست در خاورمیانه نداشت. نمیدانند که چیکار کنند. او در کنار کشورهایی است که آنها را حمایت میکند، نه برعکس حکومت ترامپ که با کردها است، یا مثل حکومت اوباما که درباره سوریه زیاد گفت اما چیز زیادی به دست نیاورد. روس‌ها پایگاه ها را میگیرند که این فقط قطره در بحر است. آنها وضع را زیر نظارت دارند که نه تنها به منفعتشان بلکه به منفعت رژیم بشار اسد است که با کمک نیروهای هوایی روسیه و اختیاریان ایران قدرت را نگه داشت. دونالد ترامپ میگوید غالباً امریکا تعدادی کمی نیروهایش را در جنوب و شرق سوریه نگه می‌دارد تا چاهای نفت از دست داعشی‌ها امین باشد. به عقیده تحلیلگران این کارش همچنین پیامی واضح به متحدان امریکاست. این پیام است که ما چاهای نفت خود را محافظت میکنیم و همچنین پیام به مردم منطقه و از جمله متحدان ما است که برای شکست داعش جانفدایی کردند، مثل کردها در سوریه. مارک اسپر به همتایان خود از بریتانیا و فرانسه گفت که امریکا همچنان به عهدش برای جنگ با داعش صادق است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در دوشنبه مقامات انتظامی عملیات ویژه را زیر عنوان کرد راه اندازی کردند. الکی نخستین نتیجه های این عملیات نشان داد که بعضی معلولین مکتب و دانشگاه ها بی‌عیب و آزادانه با خود کرد و دیگر سلاح‌های سرد را می‌گردانند. هیچ کسی هم کفالت دادن نمی‌تواند که در کوچکترین مناقشه از آنها استفاده نمی‌شود. و مثل چند حالت گذشته که رشته عمر جوانان را کنده کرد و خانواده‌هایشان را ماتم زده. چرا جوانان توجیک جنگجو و پرخاشگر شدند و با کدام راه میتوان از قربانی‌های بیشتر جلوگیری نمود؟ سرانگیزی نوروشو و شادمانی یتیم تحلیل کردند. عکس‌های فیروز برای سلطانه حکیمова ساکن شهر دوشنبه آخرین یادگاری از نبیره‌اش است که با آرزوهای زیاد در 17 سالگی زیر خاک رفت. فیروز حکیمov برای ادامه تحصیل در امریکا و پراگ حجت سپرده انتظار پاسخ بود، اما سال آخری تحصیل در مکتب آخرین سال زندگی او شد. 3 ماه پیش از ختم مکتب در مناقشه بین چند همسالش فیروز 3 ضربه کارد خورد و 40 روز پس فوتید. در این کار یک همسالی او ختم کننده لیسه دانشگاهی ملی گناهکار دانسته شد. من بچه کرده که میبرورد همه میگریزد. نبیره منو با 3 بچه که اکن به فکر من گناهکار که نیستن، این جنگ به هیچ اشتراک هم ندارن، ایچینه اینا همی جاشون به میستن. حتی که 3 کرد میزاند بچه که سپورتسمن بود چخل آخر ز 6 سکده نمیتوند من آخر درجه حتی حسم نکردگی میگودم که اوستا زمین به میشند و میغالتد. نزدیکان فیروز میگویند جوانی محکوم شده گفته است برای محافظت خود و ترسانیدن همسالان دیگرش با خود کارد میگرفت. با حکم دادگاه آخر ماه سپتامبر جوانی گناهکار در کشتار فیروز 6.5 سال زندانی شد. نزدیکان نورسی کشته شده از حکم راضی نیستند و به دادگاه‌های بالایی شکایت بردند. این پدر نمیخواهد که پسرش حبس شود، لیکن ما فرزند خودم برده تاکه گور بموندیم. این رزم عدالت.
султона ҳакимова модарбузурги фирӯз ба ин бовар аст ки таъини ҷазои сабук барои куштор метавонад ба афзоиши ҷинояткориву кордкашӣ дар миёни наврасон мусоидат кунад. پلیس دوشنبه در یک عملیات در مکتب و خیابان‌ها در یک هفته اخیر از نورسان و جوانان 13 کارت و دیگر سلاح‌های سرد دریافت و مصادره کرده است. در این دوام نیز 13 کارت الکتروشوکر و کاست و دستچوب آهنی یعنی دوبینکا دریافت معین کرده شد. در این میان هم دانشجویان دانشگاه عالی بودند، هم خوانندگان مؤسسه تعلیمی پایتخت قرار داشتند که نسبت آنها با دسترسی قانون جمهوری اسلامی درباره مسئولیت پدر مادر در تعلیم تربیت فرزند مواد ماموری ترتیب داشته به مقامات سعودی برای بررسی ارسال کرده شد. تحلیلگران عصبانی و جنگجو شدن نورسان و جوانان را به تربیت نادرست و زیر تاثیر فیلم ماندنی این قشر می‌دانند. با گفته آنها این گروه نورسان و جوانان یا از عائله‌های ناسالم و یا از خانواده‌های دارا و منصب دارند. تربیت نادرست، عائله ناپورا، کوچه تربیت میکند، اینترنت تربیت میکند، فحش تربیت میکند و وحشانیت تربیت میکند. همین به خلال دارشوی حالتی روحی منم نورسان و جوانان آورده میرسوند که خود را اداره کرده نمیتونه. اینا در علم تیپ پسیخوپاتیزاسیا میگن، یعنی که ویرانشوی رفتار. پسیخوپاتیزاسیا اکثریت کل که مثلا گپ نمیبردارد، گپ زنن جنجال میکند. متخصص تاجیک بر این باور است که با راه اصلاح قانون و هم نصب دستگاه‌های مخصوص برای معین کردن کارد و اشیاءهای دیگری خطرناک در تعلیمگاه‌ها باید با این مشکل مبارزه برد. وقتی دستی آدم گل است، این باره را میتوان در نسبت قهرمانی گزارشی بعدی ما کار برد که دیواری عادی را به نمونه برجسته زیبایی تبدیل داده است. البته نه همه ساکنان از نقاشی شدن دیوار استقبال میکنند، ولی مؤلف باور دارد که از نگاره های او نسل های آینده میتوانند با دوشنبه قدیمی آشنا شوند. شالای عبدالله موضوع را ادامه میدهد. و گفتیم چخیل از این دنیا به وای دنیا چی میگویم گزارش کنیم و همین گزارش ممکن همین خانه بود، سبب بود که ما به همین خانه ها اومدیم و دیدیم ما ممکن دیگر شد. از دیگر کنج ما نگاه کردیم به ممکن به همین منزل، به همین زندگی. این هم یک فلسفه خودش رو داشت که در همین کنج باید همین اشاره میشد. سروناز حاجی‌وا رسام تاجیک 2 سال پیش از محله سریاسیا به خیابان اسماعیل سامانی کوچ بست. میگوید عوض کردن جای زیست برایش آسان نبود و با شوهرش به خلاصه آمدند که مکان زیستی قبلیشان را در بینای ترانسفورماتور بکشند تا خود را در این محله بیگانه احساس نکنند. سراول ما خواستیم یک کاروانی نشان دهیم، کاروانی زندگی گوییم، کاروانی حیات ما که ما از سریاسیا از همون محله ما خسته به اینجا آمدیم. اینجا همین موضوع هست که در شترها همون بارهای بار کرده در این منزل ما آمدیم. میبینید که در دوم قطار و شترها به سمسول مبدل میگردد، به ماشینه های حاضر زمانی مبدل میگردد، گویا اون زمان و این زمان. ماه دکبر سال 2017 نزدیک 50 خانواده را از محله سری آسیا به اینجا کوچاندند. ترک خانه و محله که تمام عمر آنجا سپری گشته بود برای برخی ها آسان نبود. صورت ها رو میکشیدیم و همسایه ها میگفتند که یک قسمتش ممکن مانندتر شود. اما در برابر زیبایی برخی ها هم هستند که میگویند جای برق باید نمایان باشد. معلومه که ترانسفورماتور یک چیز باشه، نمیدونم، من نفهمیدم برای چی خیلی کردیم. فکرم گفتن در کل. و یک خبر دیگر نیز داریم. کارمندان آژانسی ضد فساد در تاجیکستان از دخل‌ناپذیری نسبی برخوردار شدند. بر اساس تغییرات نو از این به بعد کارمندان آژانسی تنها در وقت صادر کردن جنایت دستگیر و مالکیتشان را میتوانند تفتیش کنند. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. اخبار بیشتر رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. گزارش‌ها و نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس میباشند. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان قرار دارند. روز شنبه و یک شنبه ما برنامه خبری نداریم. برای شما استراحت با فراغت می‌خواهیم تا صحبت بعدی. خدا نگهدار.